و ای دیگر از وسط شروع میکنیم. این از اینجا آفرین این تو ای می نویسیم. بعدیش از F که یعنی شد F و اینی هم F کوچک. خیلی ساده. میریم پایین. F G از بالا شروع میکنیم. ببینین قسمی میاریم باز ای شد G بزرگ. G کوچک مثل A میشه. اینجا اینی A شد اینی هم G اینی هم H که خیلی ساده هست دوستان. H خوردم اینی از بالا شروع میکنیم. قسمی ساده هست. I هم که خیلی ساده هست. I و اینی هم I کوچک. J از بالا شروع میکنیم قسمی و J هم از خط وسط شروع میشه. J کوچک. JK اینشم K این قسم میشه و K کوچک این قسم. L ببینین L از ایسا شروع میشه. نام خدا L. بعدش هم M قسمی و اینی هم M کوچک. این از ایسا شروع میشه قسمی. میریم پایین این کار میکنیم. از بالا شروع میکنیم قسمی